قدیمی‌های گیلان توی مراسماشون کنار آلو مسما و فسنجون این کوکوی باقالی رو هم درست می‌کردن که نمی‌دونیم چقدر خوشمزه است. فقط قبل از اینکه برسیم به آموزش این کوکوی گیاهی متفاوت و خوشمزه، این رو هم بگم خدمتتون که من بهنام رستمی هستم و توی پیجم میتونین آموزش انواع غذاهای محلی و سنتی شهرهای مختلف ایران رو ببینید. پس خوشحال میشم با من همراه باشین و صفحه‌ام رو دنبال کنین. برای درست کردن این کوکوی باقالی گیلانی به خوشمزه ترین روش هم وقتی هر دو تا پوست باقالیا رو گرفتین، برای نرم تر کردن بافت کوکو یه دونه سیب زمینی رو هم پوست بگیرین و به مواد کوکو اضافه کنین. البته اصیل ترین رسیپی کوکوی باقالی سیب زمینی نداره. 3 حبه سیر گاوی و درشت رو هم به مواد اضافه کنین. 2 تا پیاز هم برای لطافت بافت کوکوتون نیازه. حالا قدیمی‌ها به باقالا کوکو فقط شوید می‌زدن و جدیدی‌ها گشنیز و جعفری. به نظر من ترکیب شوید و گشنیز و جعفری خیلی بهتره. پس یه دسته از هر کدوم میریزیم توش و یه جوری که یه ذره دندونگیر باشن میکسشون میکنیم. خیلی هم ممنونم ازتون که با لایک و کامنتاتون از من حمایت میکنید. مواد که یک دست شدن توی یه ظرف دیگه 2 یا 3 تا تخم مرغ رو با نمک، فلفل سیاه که بازم میگم حتما تازه بسابینش و آرد برنج که باعث تردتر شدن کوکو میشه هم بزنیم تا کاملا یک دست شن و بافت تخم مرغ ها از هم باز شه و بعد برن قاطی باقالیا. اینجاش یه نکته مهمم داره و اون اینه که حتما مواد رو که هم زدین و کامل یک دست شدن بذارین 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه و بعد با دست خیس بهش شکل بدین یا با قاشق بریزینش توی روغن داغ و یا هم کلاً پهنش کنین کف تابه و با حرارت متوسط 2 طرف باقالا کوکوتون رو سرخ کنین تا این بشه نتیجه کار. به به به، پیشنهاد میکنم حتما این کوکوی اصیل گیلانی رو درست کنین و از خوردنش در کنار عزیزانتون لذت ببرین. اینم از بافت باقالا کوکو. اگر هم اینستاگرامم رو دنبال کرده باشین میدونین که من این کوکو رو برای دوستام درست کردم که از بوشهر اومدن و همشون دوستش داشتن. به به به، و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس.